تاریخ که بماند. جغرافیا هم با ما خوبتا نکرد. ما در کورترین نقطه جغرافیا روی مدار به انصافی متولد شدیم تا فصل جدید و عبرتانگیز برای تاریخ باشیم. ما ریاضی های من هم ضعیف بود، وگرنه می فهمیدیم اینجا حقوق هیچ آدم با آدم دیگر برابر نیست. اینجا قوانین انسانیت هر ثانیه نقض می شود و ما شاهدان عینی یک سقوط احمقانه بودیم. مثلا قرار نبود به عقب برگردیم، اما مدت هاست که عقب را هم رد کرده ایم. همه ما قربانی یک تسلسل اشتباه و معیوبیم که در بهترین حالتش یک نمایشنامه جنجالی و پرطرفدار می شویم برای نسل‌های بعد. امروزها خستم، خیلی خستم، حوصله هیچ چیز و هیچ کس را ندارم. بیزارم از هیاهوی نامفهوم زمان، بیزارم از حرفها، صداها، آمدنها و رفتنها. میخواهم به حال خودم باشم، فراموش شوم، نباشم. میخواهم کسی کاری به کارم نداشته باشد. نه حوصله لبخند دارم و نه اشک برای ریختن. میخواهم بخوابم. این حرف دل همه افغان هاست امروز. ولی من چیزی دیگر میگویم. ما افغان ها همیشه بیکفایتی خودمان را تقدیر فکر کرده ایم و دست روی زانو نشسته ایم تا فرشته آسمانی بیاید و همه چیز را به فکر خودمان تغییر دهد.